حتی تلفن ها را قطعی به اینجا ما گرفتیم چی کلاب. کامران ساکن 38 ساله شهر دوشنبه را پس از 20 روز بازداشت در شعبه میلیسا مرکز نگهداری مهاجران و بازداشتگاه موقتی در شهر تویر روسیه با دستبند تا داخل هواپیما آورده به تاجیکستان اخراج کردند. کوچ من در شهر تویر روسیه گریتا 3 چسلا بازداشت کردن کارمندان گایی و وقتی پروریکا کردن چه گایی بود؟ ماشین من که پروای شافیور پرسید بعد پرسیدن شافیور حجت پاساژیر هنگام پرسیدن حجت پاساژیر من رجیستر داشتم پاتین نداشتم و گاهی خواست که شافیور چی عدل میبریم که استراخوک ماشینش بود شدگی و چی استراخوک ماشین من و شافیور را حق عدل بردم. امیدی مهاجران به بهبودی وضعشان پس از سفر 5 روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان نیز برباد رفت. آنها میگویند برعکس پس از این سفر مناسبت مقامات روسیه با آنها خیلی بدتر شده است. در یک هفته 2 بار 15 مینوت بیرون میبر آمدیم و هم سیزار یک ماشیانه بود. حالتی که کوچی خیلی در پادوال زندگی میکنه همین خیلی بو تافی نام مثل همین خیلی و حالتی بود که بچه‌ها داجو حتی کسل شدن داجو. شما در یک خانه چند نفر؟ یک خانه که کوچی تنگ گریتا 6 نفر. چند نفر مهاجر؟ اج فقط یک ما بدم مهاجر. او 5 کسی و گلون دیل خطی بازداشت میشدن. این مهاجر تاجیک نقل میکند که در مرکز مخصوص نگهداری مهاجران را میزدند و به تکرار پیشنهاد میکردند که دعوت رفتن به جنگ اوکراین را قبول کنند. والنتین چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید زمان آزار و اذیت مهاجران از بین میرود که اگر یک حکومت عادل و عاری از نژاد پرستی در روسیه سر کار باشد. آنچه که حقوق مهاجران تاجیک در روسیه رعایت کرده می شود یا نه؟ ما میدانیم که حقوق مهاجران رعایت کرده نمی شود تا آن زمانی که حکومت به سمت ملتگرایی نگرانیده شده سر قدرت است. آن به آن خاطر به سمت ملتگرایی نگرانیده نشده است که همش ملتگرا است، بلکه به خاطر گناه خود را به سر کسی بار کردن است. آن زمانی که یک حکومتی مسئول به سر قدرت می آید که بر عهده می گیرد که مهاجران گناهکار نیستند بلکه کسی دیگر گناهکار است، آن زمان پایمال کنی حقوق تاجیکان، ازبکان، قرغیزها، قزاقها، قلمقها، اوریها، چچنها و یکوتها به پایان می رسد. калмыков, аварцев, чеченцев, якутов. در سفر اخیر پوتین به تاجیکستان که از 8 تا 12 اکتبر دوام کرد و درازترین سفر خارجی پوتین دانسته می شود، میان تاجیکستان و روسیه 3 سازشنامه مربوط به مهاجرت بسته شد. اما در 2 هفته اخیر آزار و اذیت و اخراج مهاجران از جمله مهاجران تاجیک شدت گرفت. به نقل یکی از مهاجران روز 23 اکتبر بیش از 200 مهاجر اخراج شده از مسکو به کولاب پرواز کردند. 25 اکتبر مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رده آزادی گفتند که در پی یک عملیات مقامات روسیه در یکی از بازارهای شهر یکاترینبورگ مهاجران شدیداً لطوکوب شدند. شماره مهاجران اخراج شده تاجیک در 2 ماه اخیر معلوم نیست، اما رئیس دومای دولتی ویاچسلاو ولادین هفته گذشته گفت که در 8 ماه سال 2025 برای ویران کردن قانونهای مهاجرت 35,000 شهروند خارجی از روسیه رانده شدند. مقامات تاجیکستان الحال نگفتند که سفر پوتین به دوشنبه و امضای سازشنامه‌های نو با مهاجران چه بهبودی آورده.